محمد قلی یکی از دوستای منه. یه روز به دعوت محمد قلی رفتم خونه‌شون. تا قبل از این محمد قلی یه دونه توتی بسیار بیادبی داشت. به من گفت که توتی رو فروخته. منم رفتم خونه‌شون. همیشه از سر کنجکاوی عادت داشتم که وقتی جایی میرم در و دیوار رو نگاه بکنم، تو اتاقا بچرخم، یک خلاصه فضولی بکنم دیگه. حواسم بود محمد قلی که رفت دستشویی، منم رفتم در یکی از اتاقا رو باز کردم و شروع کردم این ور اون ور نگاه کردن. اتاق تاریک بود، یه چیزی مثل جعبه با یه روپوش سیاه گوشه اتاق بود. رفتم از روی کنجکاوی اونو برداشتم. پارچه رو که برداشتم دیدم یا خدا تو این تاریکی دوتا چشم داره من نگاه میکنه. نمیدونستم داد بزنم یا فرار بکنم. مدام یکی میگفت دیدی کونت میخوره، دیدی کونت میخوره. نگو این توتی نامرد بود. داشتم از اتاق میومدم بیرون که محمد دیدم چش تو چش من، با اون چشایش که تازه رفته بود دستشویی و باز شده بود، زل زد تو چشای من و شروع کرد قه قه خندیدن. خدا بگم چه کارت کنه محمد قلی. از ترس ریده بودم به خودم. خلاصه 5 ساله که از ترس خودم خونه محمد قلی نمیرم. من که تو این دنیا فقط محمد قلی رو داشتم و السلام. الان اونم 5 ساله که دیگه باش رفاقتی ندارم. حداقل تویی که تا اینجا اومدی از من حمایت کن، سابسکرایب کن، لایک کن، نظر بده، ممنونتم.